آداب غذا خوردن. قبل از غذا خوردنت دستاتو خوب میشوری. وقتی که سفره باز شد با احترام میشینی. نگاه نکن تو خوردن به صورت دیگران. دهان تو میسوزه غذا اگر داغ باشه. زشته اگه فوت کنی. صبر کن کمی خنک شه. وقتی لقمت را سوی دهان میبری با دقت و حوصله لقمه را خوب میجوی. یادت باشه که لقمه کوچیک باشه بهتره. حرفی نزن که لقمه توی گلوت بپره. آب نخوری عزیزم بین غذای وقتی. اگر که آب رو خوردی به معده درد میافتی.